داخل آب قرار داشت. اسم اینجا رو گذاشتن کیپ تاون یا شهر دماغه. در دریای مدیترانه بیشتر قابل دسترسی بود. این مناطق جنوب و مرکزیشون رو بیشتر از این سمت وارد شدن. ببخشید چه سالی بوده اولین حضور؟ 1598 تا 1606 اولین کشتی ها شورش اصلی و قیام برای آزادی سیاه‌پوستا توسط خود سیاه‌ها و قبایل تقریبا اینو ریشه‌کن کرد. یعنی اصلا انقدر درخت زرد رو بریدن چون چوب خیلی قوی داشت برای کشتی سازی، برای ساخت و ساز خیلی استفاده میشد، تقریبا که درخت از بین رفت. بعد یه سری درختای دیگه رو جایگزینش کردن از کشورهای دیگه، به خصوص از آمریکای جنوبی، اینا که هواش تقریبا برابر اینجا. شناسی از نظر اینکه تنوع گیاهی 20% تمام گیاهانی که در دنیا رشد می‌کنه 20%ش داخل آفریقا پیدا میشه. و این جنگ تمام میشه، این وسط سیاه‌ها می‌بینن همه کشته مشته می‌بینن، بالاخره یه جایی میرسن که با هم دیگه صلح می‌کنن. میگن آقا یه کشور تشکیل بدیم با هم دیگه ادارهش کنیم ما سفیدپوستا. بعد در واقع مسئولیت رو در واقع تقسیم کرد. این درختایی که الان این بغل می‌بینید خیلی‌هاشون هم قطع شده این بغل. این درخت‌ها درختای بومی نیستن. این درخت‌ها از کشورهای دیگه آوردن اینجا کاشتن. حالا تصمیم گرفتن که نمایی از شهر رو ببینیم. درخت‌ها که درخت کاج کاج فرانسوی یکی کاج سوزنی. درخت اوکالیپتوس اینجا زیاد هست که از استرالیا آوردن. کاج هستش که وقتی می‌بینیم اونایی که شکستن یا اونایی که به قول معروف خوش شدن رو خیلی هم بهش نرسیدن و منتظرن که حالا اینا خوش بشن. اون بالا تبدیل شد به یک مرکزی برای بازدید به خاطر باد و ابری که داشت نتیجه. اون بالا معمولا همیشه برفی، یعنی تبل ماونتن همیشه یک کلاه ابری رو سرش هست. باد زیادی هم که میاد این ابرا رو از کنار که میاره کاملا از روی این رد میکنه و انگار این زلف یار از اون ور میریزه پایین و میره توی دریا. ولی همیشه در اکثر موارد ابری هست. حالا میگم به خاطر نوازیدن باد ما یه خورده ببینیم. درست میگم آره بالا. احتمالاً چایی که خوردی خیلی سرد مزاج. خاموش کرده سرد در شد. الان میگم بخاری بیارن نوتن. دوستانی که دیشب کیا رفتم واترفرانت سه که رفتیم میدیم اونجا در واقع مرکز اصلی شهر هستش، اون گوشه هست، گوشه که همینطور که مناظر لذت ببرید توجهش بالا که تشریف بردید لطفاً از ریختن زباله بپرهیزید، از چیدن گلها به شدت بپرهیزید و یا غذا دادن به حیوانات اگر دیدید. کجا میخوای عزیز دلم؟ اوکی؟ نه میدونم
để thầy cô làm thở. Mandela prison was here in this island. اگه بخوایم بریم از دکتر باید بعد از ظهر بریم چون دیگه وقت نداریم که برو بیا از این چیزا نگاه کنیم. This is Table Mountain, and this little island is where Nelson Mandela was imprisoned. Bibi, smile at mummy. Wir wandern eine Bergstrecke. داخل توپاشون باروت میریختن و پارچه میذاشتن به سالی بسته. حالا کجا میریم؟ اینا too much. اوکی فاین. جان هیچی عزیزم شما میبخشید من وسط صحبت‌های شما جسارت میکنم بالاخره بیادبی منو ببخشید وسط حرف زدن شما حرف میزنم ببخشید. صدا نمیاد اینجا. پس از کجا فهمیدی من در مورد قمپوز دارم صحبت میکنم؟ اون یک کلمه رو پس شنیدی خدا رو من نگران بودم هیچی نشنیدی ولی یه خورده وجدانم باز بعد الان کیپ تاون یکی از اون شهرهایی بوده که در واقع بردهداری هم اول از اینجا شروع شده و افرادی بودن که میومدن اینجا سیاها رو که توی جنگ‌ها شکست می‌خورن دستگیر می‌کردن و به عنوان برده میفروختن چه به مردمان همین شهر چه به کشتی‌هایی که عازم شهرهای دیگه بودن و معمولا اینجا به عنوان کارگر توی کشتی کار می‌کردن و اکثرشون هم اگر به خشکی نمی‌رسیدن طبیعتاً می‌مردن دیگه و اونا رو همینجوری تو آب می‌انداختن و تعداد خیلی زیادشون هم به آمریکا برده شدن که کلاً شهری هستش کیپ تاون که خیلی جالب. اون سه تا ساختمون اگه بتونن اونور ببینیم که الان این ساختمون و جلال فقط کلشون پیداست بعد از اون ساختمونه چیز مسکونی هستش بالا پای
باغ کریستیان بوش امروز میریم هلیکوپتر سوار نشد. جایی که داریم میریم معروف به ملای کورتر یا بخش مالای یا همون مالزی اگه ترجمه کنیم. میبینید خونه ها خیلی رنگی هن. رنگین پوستان آفریقا. بله بله ذوقی بهشون داده. اینا نه جز سفید پوستا بودن نه جز سیاه پوستا. اینجایی هم که هستیم اینجا به عنوان بورکاپ هستش، منطقه بورکاپ یا ملای کورتر هم بهش میگن. قدیما وقتی میخواستم پیدا بفهمن که کی سیاه پوسته کی رنگین پوسته، یه خودکار میکردن تو موهای. گذاشت من حرف بزنم اوکی یا ملیژن دیگه اکثرشون از مالزی میاد. یه خودکار میکردن تو موهاش. اگر این خودکار میافتاد یعنی اینا رنگی پوستن، اما این خودکار گیر میکرد یعنی سیاه پوستن. چون سیاه پوستان موهای وز موببعی دارن از اینایی که خودکار توش گیر میکرد. بعد چون اینا جز رنگین پوستان هم به حساب می اومدن، یه بخش خاصی رو بهشون دادن که در اون بخش زندگی کنن و میبینی اینا خونه هاشون هم خیلی رنگیه. یعنی به خاطر اسمی هم که بهشون دادن اینا هم خونه هاشون شروع کردن رنگی. در دوران آپارتاید مثلا ممکن بود یه خانواده باشه، خود طبیعتاً نسل‌ها اثر می‌ذارن روی هم دیگه. و نه راست که فکر نکنم، چون این مریضی از یک میمون به انسان اگه اشتباه نکنم منتقل شده، مثلا ربطی به سفید پوستا خیلی نداشته، ولی به هر حال اونا اعتقادشون بر اینه که این ننگ و تاریکی بوده که سفید پوستا با وجود آوردنشون خیلی برای ما خیر و برکت نیاوردن، چی شر و مریضی هم آوردن. به هر حال میگه 99% مسلمانان اینجا هم سنی هستن. برای انجمن و مؤسساتی هستن که از این افراد به یه نحوی محافظت میکنن. مالیاتی میشه که مردم میرن برای اینکه دوستان بایستی 6 ماه تشریف بیارن اینجا تو خونه‌های لوکس زندگی کنن با ماشین‌های لوکس، 6 ماه تشریف ببرن اونجا. این رفت آمدشون همه با هوا. پایتخت اقتصادی نداره؟ پایتخت اقتصادی جوهانسبورگ دیگه. طلا و الماس هم اونجا میاد. تو پایتخت جلو سمت راستمون یه ساختمون می‌بینی که از در واقع نمای سنگی هم داره. این کلیسای مرکزی شهر کیپ تاون هستش که در واقع اسقف اعظمشون اینجا هست. الان سمت راست اون تو کوچه درخت داره. این یه دونه مجسمه جلو سمت راست هستش سنگی، جلوی ماشین اگه دقت بکنید دقیقاً مستقیم روبرو، به نام آقای یان سمارت که این بردهداری رو ببینید چوبم دستشه، این بردهدار رو برده فروش میده. اون جلوتر سمت راست ساختمان سفید و قرمز هست، ساختمان مجلس هست و ملکه ویکتوریا مجسمه‌اش اون داخل هستش سمت راست اون باشه. این هم آقای برده فروش میده. این ساختمان سفید در واقع کرم و سفیدی که می‌بینید جایی بوده که برده ها رو توش نگه می‌داشتن.
میگه که الا خودش خطش اصلیت الا رگوپیش به قول معروف برمیگرده به اتریشیا و در واقع میگفت در دایره ایش برام توضیح میگفتش که کیپ تاون چون در واقع نقطه میانی بوده برای سفر اروپایی ها به شرق برای آوردن کالای تجاری و اینا و اینجا هم گلمول میفروشن بازار خودشون هست میگفت در واقع هلندیا اومدن اولین بار وارد آفریقا شدن اینجا موندن باغشون رو ساختن مرکز عرض میکنم این خیابونی که الان هستیم اسمش هست اونجا پیاده میشیم 10 دقیقه عکس بگیرید میدانی هستش که نلسون ماندلا هم بعد از آزادیش اولین سخنرانیش رو در واقع در اینجا ایراد فرمودن و همونجا بود که اعلام کرد از هیچ کس هیچ کینه‌ای به دل فیلمی هم که بود میگفت never ever دیگه نمیخوام ببینم هیچ کس هیچ وقت هیچ جا در این کشور. این ساختمونی که در واقع بنایی که سمت چپمون داریم میبینیم در واقع قلعه معروف شهر کیپ تاون هستش که سال 1666 ساخته شده برای دفاع از شهر و میبینید که در واقع آب اینجا بوده که این رو لبه This is the first fortress in Cape Town area. Folks, this little mountain over here is called Devil's Peak. Table Mountain next to it, Devil's Peak in the front here, then Table Mountain. On that side over there is Lion's Head and Signal Hill behind us. But you have to drink a lot of wine before you can see the lion over there. It's not very easy to see. Only grows in the Western Cape province. In this little area down here, we have one entire floral kingdom in the world. There are only 6 floral kingdoms that make up the whole land surface of the entire world, and we have one alone in Cape Town, okay, in this little region down here. Not in the whole of South Africa, only down here. And the reason why we have so many different plant varieties growing here
is because we can have 4 seasons in one day. Morning, summer, spring, autumn, winter. And that's the reason why we have so many different flower types in Cape Town, okay? Johannesburg, not like, also not indigenous, not natural. Here on the left-hand side, this is the Grooterschuur Hospital, where the first heart transplant took place in 1967. Okay, inside here. Fantastic. And he wanted a university built here, and he wanted a botanical gardens built where Kirstenbosch is today. Oh yes, compared to rugby and cricket. So that's why I think in years to come we will get better at football. Okay? I hope so. But at the moment we carefully now, where the bus drops us is not where the bus is going to be. Please don't lose us, or if you do, you have to make her. That's natural. That's called the yellow wood. That's called the yellow wood. That's still a baby. That's still a... This is the Christian Bush Botanical Garden. giraffe likes to eat. زرافه معمولا این درخت خیلی دوست داره بخوریم لبولوچش اینجوری پرت و پنگ میکنه از اون بالا برگاش از لای تیغش میکشه You بیرون. know why it became known as the fever tree? بله. بعد سیچ خوبه پس بهترینش بیام اینجا. Coming slowly in now. Are they closing the street? Yes, because of Mr. Jacob Zuma, the president, Oh. is coming to the restaurant.
This is the waterfront in Cape Town, South Africa. What a beautiful place. And the lower floor is all bars and cafes and restaurants. Here's the Ferris wheel.